حالا همه میپرسن که چطوری میتونیم از رنگ‌های ترند 2026 در دکوراسیون داخلی خونمون استفاده بکنیم. امروز میخوام چند تا ایده ساده و سریع رو بهت بگم. دیوار ترکیبی. یه دیوار کوچیک از خونه رو رنگ سبز جادویی بزن. اینطوری هم ترنده هم خونه رو مدرن میکنه. مبلمان یا اکسسوری. نیازی نیست حالا همه اساسای خونت رو تغییر بدی و رنگ ترند سال بگیری، اما میتونی با چند تا تغییر کوزن یا صندلی یا حتی در صورت شرایط تغییر فرشتون میتونی خیلی راحت ترند سال رو به خونت بیاری. ترکیب با رنگ‌های خنثی. رنگ بژ خاکی و شامپاینی در کنار رنگ سال فوق‌العاده میشن، هم گرمه و هم شیک. فضاهای کوچیک. اگر خونت کوچیکه فقط توی جزئیات مثل قاب عکس یا گلدون از رنگ‌های ترند استفاده کن. همین چند تا ایده ساده بهت کمک میکنه توی سال 2026 یه خونه حسابی شیک و مدرن داشته باشی. دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. قراره کلی ویدیوهای آموزشی مفید براتون به اشتراک بذارم. بدرود.